برخی از مقامداران روسیه ماه‌های اخیر از جاری کردن ویزا و یا روابط با کشورهای آسیای مرکزی حرف میزنند. از جمله الکسی گراوال، معاون وزیر امور داخلی، که به قول او این نظام برای امنیت داخلی روسیه مهم است. بیکار کردن نظام بی‌روادید گزینه بهترین برای تأمین امنیت داخلی کشور است. گراوا یگانه مقام روسیه نیست که درباره ویزا با کشورهای آسیای مرکزی میگوید. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، به جانبداری از جاری کردن ویزا با ازبکستان صدا بلند کرد. کنسولگری ازبکستان در قزان از ازبکستانی ها دعوت کرده است که در صف ارتش روسیه نجنگند. چرا دعوت نکرد که مادر پولی نگیرید؟ از دیگر امتیازها استفاده نکنید. این ممکن است، اما حفظ کشور که تو را می‌خوراند ممکن نیست. نظام روادید، تنها همین. به چنین شهروندان نیاز نداریم. برخی از مهاجران گفتند در صورت جاری شدن ویزا می توانند به کشورهای دیگر بروند. کشورهای اروپایی و یا کره جنوبی که به باور آنها شرایطی بهتر دارند. آن زمان برای مهاجران بهتر است که با ویزا به اروپا روند. همه پتن میگرند. اگر ویزا جاری کنند مجبور میشویم که روسیه را ترک کنیم. مثال تاجیکای ما به سوی اروپا و یوژنی کره مثال همونجا رفتید، ما فکر می‌کنیم اگر اینجا نشد با هم بسنا کوشش میکنیم مثال کجایی که مردم ما رفتید، زیرا که ما 20 سال زیاد شد مثال کاری ما فقط مهاجرت است. فکر ما همینه که ما فقط از مهاجرت میتونیم پول کار کنیم و زندگی ما رو گذرونیم. کارشناس سیاسی شرلی ریزایان احتمال جاری کردن ویزا را بسیار کم می‌داند و باور وی از این کار روسیه در دراز مدت در منطقه ضرر خواهد دید. چنین احتمال البته هست، ولی امکان آن نهایت پست است. شاید از 1% هم پست باشد، چونکه ما اگر از روی منفعت‌های حیاتا مهم، راهبردی و درازمدتی روسیه به این موضوع نگاه کنیم، پس از بین بردن نظام بی‌روادید به هدف‌های درازمدت این کشور تأثیر نهایت منفی می‌رساند و این اصلاً به چی نیست، به منفعت خود این کشور جوابگوی نیست. مقامات رسمی کشورهای آسیای مرکزی به دعوت‌های جاری کردن روابط با روسیه واکنش نشان ندادند. مهاجرانی که با میگرانت مدیا صحبت کردند گفتند که در چنین صورت روسیه نیز ضرر می‌بیند. با گفته آنها همین حال روسیه به نیروی کاری محتاج است و اگر ویزا جاری کند حالش از این بدتر می‌شود.